السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فعالیت های وزارت امور شهدا و معلولین در یک هفته. محترم شیخ صاحب عبدالحکیم حقانی معین وزارت امور شهدا و معلولین در جریان سفرش به ولایت ننگرهار با شماری از خانواده های شهدا و معلولین در ولسوالی های چپرهار، شیرزاد و خوگیانی آن ولایت از نزدیک ملاقات و بر روح پاک شهدا اتحاف دعا نمود. ضمن ابراز تسلیت و همدردی به هر خانواده یک اندازه مساعدت نقدی نیز انجام دادند. محترم شیخ صاحب عبدالحکیم حقانی معین وزارت امور شهدا و معلولین را که محترم مفتی عبیدالله حقانی رئیس امور شهدا و معلولین ولایت کنر همراهی می نمود، طی سفری به ولسوالی مانوگه ولایت کنر با شماری از خانواده های شهدا و معلولین از نزدیک ملاقات نموده. ضمن ابراز همدردی با آنان با هر خانواده یک اندازه مساعدت نقدی نیز انجام دادند. محترم مولوی شاه محمد دوست رئیس دفتر وزارت امور شهدا و معلولین در ولسوالی های دوشی، بغلان مرکزی، خنجان، پلخمری و دند غوری ولایت بغلان با خانواده های شهدا از نزدیک ملاقات نموده. ضمن اتحاف دعا بر روح پاک شهدا مراتب همدردی را با خانواده های آنان ابراز نمودند. مشکلات و خواست های آنان را استماع و با هر خانواده یک اندازه کمک های نقدی نیز انجام دادند. برنامه آگاهی دهی برای آموزش کارمندان ریاست امور کارکنان وزارت امور شهدا و معلولین درباره چگونگی طی مراحل تشکیلات به شکل الکترونیکی برگزار شد. این برنامه از سوی نمایندگان بخش HRMIS ریاست عمومی اداره امور راه اندازی شده بود و در آن درباره استفاده و کاربرد سیستم طی مراحل تشکیلات به شکل الکترونیکی به کارمندان معلومات لازم ارائه گردید. محترم مفتی عبدالاحد مسعود رئیس دعوت و ارشاد وزارت امور شهدا و معلولین طی سفری به ولسوالی نوبهار ولایت زابل با برخی خانواده های شهدا از نزدیک دلجویی و همدردی نموده. ضمن استماع مشکلات و خواست های آنان با هر خانواده یک اندازه مساعدت نقدی نیز انجام دادند. محترم مولوی عبدالغفار غفوری رئیس امور شهدا و معلولین ولایت تخار در جریان سفرش به ولسوالی خواجه بهاءالدین آن ولایت با شماری از خانواده های شهدا و معلولین ملاقات نموده و برای آنان مساعدت های نقدی نیز توزیع نمودند. جلسه اداری در ریاست امور شهدا و معلولین ولایت بغلان تدویر یافته. این جلسه محترم ملا احسان الله عابد رئیس امور شهدا و معلولین ولایت بغلان در مورد اهداف پلان‌های آن ریاست در سال 1404 مالی، پیشبرد پروسه تثبیت و ثبت ایتام خانم‌های بیوه و معلولین مطابق طرح منظور شده مقام وزارت امور شهدا و معلولین و همچنین پیرامون چگونگی ارائه خدمات بهتر و به موقع به افراد مستحق صحبت تفصیلی ارائه نمودند. برنامه آموزشی 5 ماهه کامپیوتر از سوی مرکز حمایوی ورثه شهدا و معلولین به حمایت مالی مؤسسه خیریه HHRD برای 100 تن از شهروندان شهر کابل راه اندازی گردید. هدف از راه اندازی این برنامه ارتقای ظرفیت مهارتی اشتراک کنندگان در بخش کامپیوتر می باشد که در مدت 5 ماه به گونه عملی و نظری برای آنان آموزش داده خواهند شد. با تکمیل شدن این دوره مهارت های آنان در بخش کامپیوتر افزایش یافته و زمینه کاری بیشتری برای آنان مساعد می گردد. ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور شهدا و معلولین از طریق کال سنتر یا مرکز تماس تا یک هفته بعد دهها تماس تلفنی ورثه شهدا و معلولین پیرامون پرداخت مساعدت های نقدی ماهانه، چگونگی ثبت و راجستر ایتام خانم های بیوه و معلولین و بخش های مهم دیگر معلومات موثق و دقیق ارائه نموده مشکلات و خواست های آنان را با بخش های مربوطه شریک نمودند. جلسه اداری در ریاست امور شهدا و معلولین ولایت غزنی دایر گردید به منظور انسجام بهتری امور و ایجاد هماهنگی لازم در راستای ارائه خدمات بهتر و به موقع به ورثه شهدا و معلولین. جلسه تحت ریاست محترم مولوی محمد انور برادر رئیس امور شهدا و معلولین ولایت غزنی تدویر یافت. محترم مولوی محمد انور برادر در این جلسه پیرامون چگونگی آغاز پروسه سروی ایتام خانم های بیوه و معلولین و همچنین ارائه خدمات بهتر برای آنان صحبت همه جانبه ارائه نمودند. ریاست امور شهدا و معلولین ولایت کندوز به همکاری مؤسسه نداءالخیر برای 100 تن ایتام مستحق آن ولایت کمک های نقدی توزیع نمود که به هر فرد مستحق مبلغ 5000 افغانی توزیع گردید.
جلسه اداری به منظور بهبود روند کاری در ریاست امور شهدا و معلولین ولایت بامیان برگزار گردید. طی این جلسه محترم علی خان احمدی رئیس امور شهدا و معلولین ولایت بامیان در رابطه با ارائه خدمات بهتر به ورثه شهدا و معلولین، مراعات نمودن سلسله مراتب، انجام امور سپرده شده مطابق لایحه وظایف و پلان کاری و جلوگیری از مداخله در امور دیگران صحبت تفصیلی ارائه نمودند. ریاست امور شهدا و معلولین ولایت خوست به منظور ایجاد سهولت‌های لازم برای افراد دارای معلولیت با همکاری بنیاد خیریه قمر برای 25 تن از معلولین مستحق ویلچر توزیع نمودند. جلسه اداری در ریاست امور شهدا و معلولین ولایت پنجشیر برگزار گردید. در این جلسه محترم مولوی کمال الدین رحیمی به گونه مفصل در مورد موضوعات چون آغاز روند سروی ایتام خانم‌های بیوه و معلولین، ارائه خدمات بهتر برای آنان، ارائه سلسله مراتب اداری، انجام مسئولیت‌های محوله بر اساس لایحه وظایف و پلان کاری و جلوگیری از مداخله در امور کاری کارمندان صحبت نمودند.